چجوری تونستید زندگی شخصی و کاریتون رو تفکیک کنید؟ خیلی سخته. یعنی خیلی از مسائل اینجا نمیشه جلوی دوربین گفت چون خانواده‌ام دارن میبینن، ولی سخته. بالاخره ببین شما چه بخوای چه نخوای، وقتی 2 نفر، درسته که خب جایگاه مثلا داوود مدیر عامل مجموعه است، من بازرگانی مجموعه هستم و عضو هیئت مدیره هستم، ولی خب درصد شراکتمون یکیه، همه چیمون یکی. ناخودآگاه این مقایسه پیش میاد بره زندگی ها. چرا اون اینو داره ما نداریم؟ چرا ما اینو داریم اون نداره؟ چرا اون زود میره خونه تو دیر میای خونه؟ چرا اون دیر میره خونه تو زود میای خونه؟ چرا تو میری کارگاه اون دفتر میشینه زیر باد کولر مثلا؟ چرا مثلا چرا آقا همش تو زیر باد کولری، یا تو چرا همش کارگاهی سر بتون ریزی تمام خاکی ماکی میای؟ مثلا چرا اون یکی مثلا تر و تمیز میاد؟ چرا تو ساعت کاریت بیشتره؟ بعد همه این چراها جمع شد و براش قانون گذاشته شد. قانون بود که بین ما حکم فرما بود. مثلا چرا که رضا بیدار پول زیاد برمیداره، کلا من خرجم بالاست. خب کلا من خرجم بالاست. چرا رضا بیدار پول بیشتر برمیداره، داوود کم برمیداره؟ چرا داوود بیشتر برمیداره، رضا پول کمتر برمیداره؟ ببین اختلاف خیلی زیاد بود، صادقانه خیلی زیاد بود. ولی یه چیزی که ما رو جمع میکرد اون بحث منافع بود دیگه. اومدیم قانون گذاشتیم. توی جلسات اختلافات رو مطرح کردیم و گفتیم خب راست میگه دیگه. مثلا رضا اومد توی که جلسات اومد گفتش که آقا من جمعه میرم سر کار، خب نمیشه که مثلا مشتری میاد، چون رضا فروشنده دست رضا بود دیگه، میفروخت، جمعه زنگ میزنه من میگم نرم، خب مشتری دست کاره، خب برم، خب تو خوابیدی خونت من دارم میرم، نمیشه که. اومدیم قانون گذاشتیم گفتیم آقا جمعه هر کی بره مثلا 500,000 تومان بابت جمعه رفتن. بعد اون موقع دعوا میکردیم کی بره. ببین همه چی با پول حل میشه، همه چی. دقیقاً. یعنی شما آقا رضا بیدار زیاد میای چند، زیاد میای سر کار چند، پنجشنبه جمعه میری چند. گفتم آها بس من اینجا یه قانون میذاریم. بعد اومد فیش حقوقی به وجود اومد. فیش حقوقی همه این چالش‌ها 1-2 سال اول بود، یه سری چالش‌ها داشتیم، بعد 1-2 سال چالش‌ها نوعش فرق می‌کنه، دوباره قانون. یه جایی رسید دیگه اینو بگم، بعد ما فیش حقوقی صادر می‌کردیم، بس دیگه هیچ کسی اعتراض نمی‌کرد، اضافه کاری می‌گرفت، حقوق بیشتری می‌گرفت و این داستان. یه جایی رسیدیم دیدیم که اصلا کلا تو مدیریت، سبک مدیریت مشکل داریم و با عقل خودمون نمیتونیم حلش کنیم. دعوت کردیم از یکی از اساتید دانشگاه خودمون. ما از اساتید دانشگاه خیلی استفاده کردیم و واقعا هم کمک کردن و جا داره از تک تک اساتیدی که به ما کمک کردن تشکر کنیم و مشاوران اون و دست تک تکشون رو میبوسیم. دوستان قد نباشید، نگید ما همه چی رو میدونیم و تا میتونید از اساتید استفاده بکنید. خیلی‌ها بر این باورن که آقا اگه اون استاد کار و بلد بود بیزینس خودش رو راه مینداخت. اصلا این نیست. هر استادی استاد یه چیزه. استاد مدیریت، استاد منابع انسانی، استاد استراتژی، استاد منابع مالی، تامین مالی. هر استادی رو شما باید بیارید استفاده کنید ازش. ما تو اون شرایط دیدیم آقا تو مدیریت، توی جمع‌بندی، توی چارت سازمانی به مشکل داریم میخوریم. من رفتم از استاد مدیریت منابع انسانی خودم تو دوره ارشد، دکتر حاجی زمانی بود، آقای دکتر حاجی زمانی، که اگر حالا صدای ما رو میشنوه یا هر کسی که میشناسه سلام ویژه ما رو برسونید، چون من هیچ شماره دیگه ازش ندارم. خب و ایشون رو دعوت کردیم، اومدن گفت آقا شما چارتتون رو بکشید. گفتیم چارت چیه؟ چی میگی؟ چارت نمانده. گفت آقا چارت به این میگن، شرح وظایف به این میگن، شما باید وحدت فرماندهی داشته باشید، باید حتما یک نفر مدیر عامل باشه و بهش 1 سال فرصت بدید. هر کار اشتباهی هم کرد آخر 1 سال بیایید بازخواستش کنید. این نکته خیلی مهمه ها. این نکته یعنی گفت باید شما 1 نفر رو رئیس بکنید، کار هیئتی دیگه تمام و همه موظفن حرف اون 1 نفر. شما باید با فرمون 1 نفر برید جلو. یه نکته خیلی جالبی گفت اون 1 نفره اگه گفت ما سیاهه، شما 2 تا برادرم میدونید که ما
سیاه نیست سفیده، باید بگی آقا تو میگی ما بگیم چشم ما سیاهه. بعد از 1 سال بیاید عملکردش رو بررسی کنید، اگر خوب نبود یکی دیگه بیاد بشه مدیر عامل. ولی تو اون 1 سال این حرف گوش نمی‌کنم. من اومدم اعتراض کردم، گفتم آقای دکتر نمیتونیم که 1 سال وایسیم بریم داوود هر چی میگه بگیم چشم، ما هم شریکیم فلانیم. گفت باشه 6 ماه. بذار یه خورده دقیق‌تر بگم. ببین داستان اینطوری بود، گفتیم اول وحدت فرماندهی داشته باشیم، ما گفتیم باشه وحدت فرماندهی داشته باشیم. بعد اومدیم گفتیم آقا کی مدیر عامل بشه، این رو رفتیم تو این داستان، گفتیم یه نفر مدیر عامل بشه بعد بیاد اون انجام بشه. بعد یه چیز قشنگ جالب اونجا بود، گفتیم آقا همه سه تا برای دوست دارن مدیر عامل بشن، یه چالشمون بود. بعد گفتیم آقا هر کسی مدیر عامل بشه مطمئن از خودش شرکت میخواد به جای خوبی برسونه دیگه. گفت آره. پس سود شرکت میخواد ببره. با این حرف حال زمانی بود. گفتیم آره میخواد ببره. اگه ایمان چون سه تامون هم می‌خواستیم مدیر عامل بشیم، اگه ایمان اعتقاد داره به این قضیه باید مدیر عامل حقوق کمتری بگیره. یعنی چی؟ مدیر عامل کارش بیشتره. خب باشه بگه اون میگه شرکت میبرن بالا از نقطه A سود رو ببره بالا، به همه سود بده. اگه تو اینقدر مطمئنی که مدیر عامل بشی مجموعه رشد میدی، اگه 2 تا برادر دیگه به حرفت گوش بدن، پس تو حقوقت باید کمتر باشه. 500,000 تومان مدیر عامل کمتر میگرفت. ما اولین حقوقمون رو با 700,000 تومان شروع کردیم نفری. بعد شد 3 تومن. 500,000 تومان گفتیم ما گفتیم آقا باشه. بعد رضا گفتیم به رضا گفتم آقا 500 تومن ما میگیم دو تو مدیر عامل. نقد حساب کرد. ما همه چی با پول می‌کردیم. میگم همه چی با پول. تا گفتم 500,000 تومان کمتر حقوق میگه، گفتم من نیستم. داوود تو مدیر عامل شو. علیرضا گفت منم نیستم. داوود هم سینه‌ش داد جلو، گفت من هستم، من مدیر عامل میشم. بگم ادامه دراخه جالبه. من مدیر عامل شدم، این قشنگ صحنه یادمه. من مدیر عامل شدم. اون موقع زمان 6 ماه نبود. الان ادامه‌شو میگم. آقا بعدم هیچ حرفم گوش نمیکنه. مثلا هی به رضا میگم بیا این کارو کن، رضا میگه نه. به رضا میگم بیا این کارو. رفتم اون موقع ام بی ای میخوندم سال 90، رفتم پیش آقای سفری، گفتم حقیقتش من برادرم من مدیر عاملم ولی هیچ حرفمو گوش نمیکنه. توی یک کتابم خونده بودم میگه اگه مدیر عاملی ولی کسی هفته گوش بده فکر میکنه مدیر عاملی. خب الکی اس گذاشتن رود. اومدم تو جلسه مدیر مطرح کردم، یه نکته مطرح کردم، گفتش که آره باید راهکار. بعد اونم فکر کردم گفتم بهترین روش اینه ما مدیر عامل رو 6 ماه کنیم. من تو زمانی که رضا مدیر عامل میشه یا رضا من قشنگ مرعوس کامل باشم، هر چی گفتم بگم چشم، تا اگه من نوبت من شد اونها هم بگن چشم.